با خمیر چه بازی میکنن. معلوم که این بچه خیلی تجربه زیاد دارد در مسئله پیتزریا. برادرای عزیز، اینجا رستوران پیتزریا هست در مرکز شهر فیلادلفیا. یکی از خصوصیت‌های اساسی برای ما پسند آمدنش همین است که این پیتزریا با تنور است، علاوی است، اوریجینال با هیزم است و با در پیش چشم خود شما آماده میکند. تمام محصولات در پیش ماندگی است. هر نفری که زکات میکند در پیش چشتون همش تیار میکند. هم برای شما معقول است، هم میبینید که به چشمتون چگونه تیار کرده شده است و زیبایی این رستوران تماشا میکنید. برای من خیلی پسند آمد و نگفته نماند که یکی از بیزنس های موفق ترین در امریکا این پیتزا به حساب می رود، چون که 95% امریکایی پیتزا نغز می بیند. 100% گویم هم شاید خطا نکنیم، اما همه پیتزا نغز می بیند. خصوصا امریکایی خیلی هم دوست می دارند، چون که خوراکی اساسی آنها به حساب می رود و آماده کنیش هم در پیش چشم مردم بسیار هم جالب است و بسیار هم به هم خاطر می دارند که ببینن که چگونه پیتزا تیار میکنن و از این یک تجربه زیاد میگیرن، چون که میبینن که پیتزا چگونه آماده کرده میشود، میخورن به حضور، بعد خانه های خود میروند. مقصدی اساسی ما چی است و نفرایی که میخوان که در امریکا بیزنس داشته باشن، اگر توانستید بیزنسی پیتزا تشکیل کنید، چون که یکی از بیزنس هایی که هیچگاه نمیمیرد در امریکا. خصوصیت این رستوران در چی است؟ یعنی تنوری است، علاوی است، یعنی توجه بسیار نفرای جلب میکند. 80% 90% پیتزریایی که در امریکا هست البته با علاوه و تنور نیست، با همون اسپیرال و با همون پیچکه های گرمدیه که دخوفک هایی که هستن با همونا میپزن. این باشد ارگینال است، بسیار خوب است، جالب است و هم شاید از جهتی برق کمی کم مصرف تر باشد. این ایده برای نفرایی که میخواهند که یک بیزنس داشته باشند و به همون خاطر من گفتم بیا یک ثبتش کنیم، نشان دهیم، مردم ببینند. شاید نفرایی که میخواهد که همین گونه تشکیل کند، مرحمت در آدرسش میمونیم، رستوران بیاید ببیند چگونه ساخته شده است، چگونه تیار میکنند. خلاصه این بود دوستای گرامی درباره تجارت پیتزا در امریکا. این رستوران از بیرون به نوار گرفته شدم، خیلی جای آرام، خوشرو، تازه. ساعت به وقت امریکا 12 شب است. ما در کوچه ها گشت و گذار داریم. مرحمت آدرسش میمونم، به کوچه دویم بیاید تا پیتزا را بخورید، بچشید. خدا نگهبان همه ما و شما باشد.